این گیربکس هایی که من جلوی شما گذاشتم چند مدل گیربکس های مختلف هست که توضیح کوچیکی داده میشه راجع به این گیربکس جدید که ما طراحی کردیم و ساختیم. گیربکس ها عمدتاً از دنده ساخته میشن و اکثرا توی ماشین یا وسایل صنعتی هم که استفاده میشن همشون با سیستم دنده کار میکنن و سرعت کم زیاد میکنن و این دنده ها خب ماکسیموم سرعتی دارن که برای هر گیربکس تعریف میشه که این تا چه سرعتی میتونه کار کنه. اگر بیشتر از اون سرعت بخواد کار کنه یا دنده ها میپاچد هم یا توانش کم میشه یا عمرش کوتاه میشه، که در سیستم‌های مکانیکی الان همه عرفه که از همین دنده ها استفاده میکنن و که مدل مختلف هستش که چند مدلش من اینجا گذاشتم که الان بهشون نشون میدم که اینا گیربکس‌های دنده‌ای هستن که با دنده‌های کوچیک و بزرگ سرعت کم و زیاد میکنن و هر کدوم اینا تعریف شده برای سرعت خاص. مثلا یا این گیربکس فرق میکنه، اینا بیشتر برای سرعت‌های محدود هستن، حد اکثر مثلا تا 10,000